الجزایر و تاریخ آن. الجزایر کشوری است واقع در شمال افریقا. آن در شمال با بحر میانه زمین و در خشکی با کشورهای مالی، موریتانیا، تونس، مراکش، لیبیا و نیگر همسرحدی دارد. جمعیت این کشور به 45 میلیون نفر می رسد. در عرصه تاریخ اقوام گوناگون به این مملکت حمله کردند، به مثال گرمانی ها، رومی ها، فینیکی ها و دیگران. در عصر هشت عرب ها به الجزایر وارد شدند. از همان وقت این کشوری مسلمانی است. بعدها زبان عربی هم در اینجا رایج گردید. این کشور را همچون کشورهای عرب می حسابند. از سال 1516 تا سال 1830 الجزایر یک جزئی امپراتوری عثمانیان بود تا آمدن فرانسوی ها. ناپلیون هنگام لشکرکشیش به مصر برای آنکه سربازانش از گرسنگی نمیرند از الجزایری ها گندم خریداری کرده بودند. بعدها الجزایری ها این را از حکومت فرانسه طلب کردند. آنها چنین پاسخ دادند: آن در گذشته بود، این برای ما فرقی ندارد، یعنی ما عهدهدار نیستیم، مبلغ آن را پرداخت کنیم. اشغال الجزایر از طرف فرانسوی ها در دوره حکمرانی سلطان حسین در الجزایر راست می آید. همین طور 14 ایون سال 1830 فرانسوی ها به الجزایر حمله کردند. 5 ایولی سال 1830 فرانسوی ها الجزایر را اشغال کردند. الجزایری ها 2000 زخمی و 400 کشته دادند. بعد از این در الجزایر شورش ها ضد حکومت فرانسه زیاد شدند. فرانسوی ها مجبور شدند که سال 1836 این شورش را پخش کنند. ولی یک میهن پرست، یک قهرمان با نام عبدالقادر آنها را نگذاشت این کار را عملی کنند. فرانسوی ها مجبور شدند که قسمی از الجزایر را به امیر عبدالقادر دهند. فرانسوی ها در آن فکر بودند چگونه باید امیر عبدالقادر را از میان برند. مراکشی ها سبب شدند، خیانت کردند. بالاخره امیر عبدالقادر اسیر شد و به دمشق تبعید گردید تا آخر عمر. این شخص بزرگ الجزایری در سال 1883 از عالم چشم پوشید. بعد از انقلاب الجزایر در عصر 20 پیکره امیر عبدالقادر به زادگاه خود به الجزایر آورده شد. سال 1865 فرانسوی ها قرار کردند هر الجزایری می تواند به عنوان شهروند فرانسه به فرانسه آید. همین طور فرانسوی ها برای حفظ الجزایر سربازان زیادی را فرستاده بودند. مسلمانان الجزایر از طرف فرانسه در جنگ یکم جهانی 20,000 نفر جان خود را از دست دادند. امیر عبدالخالد نبیره امیر عبدالقادر بعد از جنگ یکم جهانی خواست به سیاست فرانسه دخالت کند، اما چکار کردند؟ تبعیدش کردند. دیگر به الجزایر نآمد، برنگشت. در جنگ دوم جهانی هم از طرف فرانسه باز جنگیدند. اما بعد از جنگ چی شد؟ فکرهای انقلابی زیاد شد. عاقبت گوییم اگر 3 ایون
سال 1962 آنها کاملا استقلالیت خود را به دست آوردند، همچون یک کشوری صاحب استقلال.